عین حال در منطقه آزاد اقتصادی سوخت 44 سوبیکت به قید گرفته شده، 21 عدد آنها با فعالیت استحصالی، ساختمانی و خدمترسانی مشغول شدند. مجموع محصولات صنعتی در 6 ماه اولی سال 2025 به 251.3 میلیون سومانی برابر گردید که نسبت به همین دوره سال 2024 139.4% زیاد می باشد. این و دیگر نتیجه ها در نشست مطبوعاتی رهبریت منطقه آزاد اقتصادی سوخت با روزنامه‌نگاران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. اطلاع داده شد که بازار فروش محصولات سوبیکت‌های منطقه آزاد اقتصادی سوخت به غیر از جمهوری تاجیکستان به کشورهای خارج از جمله ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، آذربایجان، بلاروسیا، آلمان، عراق و ترکیه را در بر می‌گیرد. حجم محصولات صادراتی سوبیکت‌ها در دوره حساباتی 86.3 میلیون سومانی را تشکیل نموده است که نسبت به همین دوره سال 2024 186.6% زیاد می باشد. در ماه‌های ینور ایونی سال 2025 حجم سرمایه‌گذاری مستقیم 30.5 میلیون سومانی را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 2.1 میلیون سومانی زیاد گردیده است. در ادامه نشست خبری پهلوهای دیگری فعالیت منطقه آزاد اقتصادی سوخت مورد بررسی قرار داده شدند.